سلام دوستان عزیز، من ماهانم و خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از کانال من، یعنی ماهان زو. بچه‌ها خوش اومدیم به پارت دوم گادافار 1 و قبل از این سراغ ویدیو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگولش بزنید تا هر گیمی واسهتون میذارم سریع با خبر شید و یک کامنت هم بذاریم که به من انرژی بدین. بچه اینجا یک کلید گرفتیم واسه کجا؟ حتما اگه پارت قبلی رو ندیدیم بریم پارت قبل رو ببینیم. رفت این کلید برای کجاست بچه ها؟ واسه یه دری بود که از توش صدای جیغ و فریاد یه چند نفر میومد که ما نتونستیم در رو باز کنیم. گفت به کلید نیاز داریم. این کلید اونجاست و بچه واسه این که یکم آشناشین با گادافوار داستانش هم میخوام بگم اصلا چی بوده تو قسمت بعدی، تو گادافوارهای بعدی کامل ما متوجه میشیم که داستان بازی چجوری بوده، مثل پازل. ولی خب الان من میام واسهتون توضیح میدم داستان بازی چجوری. بچه ها کریتوس پسر زئوسه و این یک برادر دیگه هم داشته کریتوس با همین علامتایی که رو بدن کریتوس هست، همچین علامتایی به صورت ماه گرفتگی داشت. و زئوس اصلا چی میشه جنگ این با خدایان شروع میشه؟ زئوس که پدرش بوده تو خواب میبینه که یه کسی با همچین ردها و علامت‌هایی روی بدنش میاد و فرماندهیشو نابود میکنه، پادشاهیشو، و اونو به قتل میرسونه. برای همین تنها کسی هم که همچین علامت‌های اون موقع داشت کی بود؟ برادر کریتوس بود که رفتن و زئوس دستور داد که اونو بکشن و اون کشته میشه. بعد از اینکه کشته میشه کریتوس که در سن نوجوانی بود میاد و برای انتقامش شروع میکنه جنگیدن با خدایان و برای اینکه یاد برادرش زنده بمونه میاد ماه گرفتگی های رو بدن برادرش رو تتو میکنه. و اینجا بود که زئوس میفهمه که اون که تو خوابش دیده بود برادر کریتوس نبود و بلکه خود کریتوس بیناشی همین داره بود. میره و با کریتوس با زئوس میجنگه و شکست میخوره و تا جایی که تقریبا نیمه مرده بوده نیمه زنده بوده پیش میرن و زئوس دیگه ولش میکنه، میره فکر میکنه این دیگه میمیره. خودش میگه چه خبره، فکر میکنه که کریتوس دیگه میمیره دیگه به امون خدا ولش میکنه. بعد اریس که خدای جنگ سابقه اونو پیداش میکنه که همین الان هم که این بازی داریم گیم پلی رو نگاه میکنیم تو این پارت هنوز خدای جنگ اریس و هنوز کریتوس خدای جنگ نشده. چی میشه بچه ها؟ میاد و اریس این بلید آف کیاس همین دوتا شمشیراشو به کریتوس میده و میاد میگه به جاش بیا برا من خدمت کن، چون کریتوس خودش قدرت نابودی زئوس و بقیه خدایان رو نداشته. بخاطر همین اریس میاد بهش کمک میکنه تا و جزو لشکر خودش میکنه کریتوس رو. بعدش این الان کابوسایی که داریم میبینیم واسه همین جاست که دارم توضیح میدم. چی میشه بچه ها؟ میاد و کریتوس اریس توی خب کریتوس شده بود یکی از نیروهای اریس. بخاطر همین توی شهری که حمله کردن به کریتوس میاد میگه که برو همچین خونه نابودش کن. کریتوس هم میره اونجا رو نابود میکنه. بعد که توجه میکنه این زن و بچهش اونجا بوده و خودش زن و بچهش رو کشته و اینجا بود که اریس به کریتوس خیانت کرد و اونو گولش زد.
و هنوز پی انتقامشه کریتوس و هنوز نتونسته انتقام خودشو بگیره. برای همین هر شب هنوز که 10 سال 11 سال گذشته از همچین وقوعی که زن و بچه‌شو کشته، هنوز داره خوابای وحشتناکشو میبینه که زن خانواده‌شو کشته. و اینجا میاد سراغ آتنا، میاد میگه که آتنا بیا، این 11 سال من برای خدایان خدمت کردم، چرا این فکرها از سر من بیرون نمیره؟ بعد که اینو میگه، آتنا میاد میگه آتنا یک شهری واسه خودش داره به نام آتن. بعدش الان برادر آتنا یعنی خدای جنگ سابق اومده به اونجا، همون اریس رفته به اونجا حمله کرد و داره اونجا رو نابودش میکنه. بعد میاد آتنا به کریتوس میگه که چی؟ بیا این شهر رو نجات بده، چرا؟ چون خدایان نمیتونن همدیگر رو بکشن و کریتوس هم خدا حساب نمیشه، برای همین میتونه بقیه خداها رو بکشه اگه قدرتش داشته باشه. برای همین آتن میاد میگه که برو اونا رو بکش و منم میام این کابوسا رو از سر تو بیرون. کریتوس هم که قبول میکنه که بره اریس رو هم انتقامش رو بگیره، همین که این کابوسا از سر بیرون. خب این بود بچه، تا اینجا داستان کریتوس که یه ادامهش دیگه نمیگم چی به چی میشه. خب بریم دور دایره نمیگیره. بچه حتما لایک کنیم، کامنت بذاریم، کانال سابسکرایب کنیم و زنگوله هم بزنیم و هر بازی هم که دوست داریم بگیم که واسهتون بذاریم. بچه اگه این سری تموم شه، اگه بازی به خوبی داشته باشه و حمایت خوبی بشه این بازی، پارتای بعدیش هم میذاریم تا جایی که کل پارتاش مثلا گادافور رگناروک و بقیه گادافور هم میذارم، مثل زنجیرهای اولمپوس یا روح اولمپ، اینا رو کلا میذارم و اینا رو بذارم. این چیش میگم بچه ها، اینجا قیاسمون رو لول آف کنیم. حالا L3 و R3 اگه با هم بزنیم حجمش رو استفاده میکنه که اینجا من استفادهش نمی کنم که حروم نشه. جلوتر یه باس داریم که چند تا گول داریم که با اونا رو بزنیم و یکم سخت زدنشون با لول پایین خواهد. همین الان نگرش میداریم اینا رو. این که الان من دارم میگم اصلا جلوتر همچین چیزیه، چون من قبلا این بازی رو انجام دادم چند سال پیش و هنوز یه بخشایش تو ذهنم هست. اینا بچه حالت عادی خیلی گیرن زدن اینا و بدون این خشمه فینیشر چیه، بدون این یکم سخت زدنش، بخاطر همین اینجا من استفادهش کردم. اینا من پر کنم اینجا بود که نه جلوتر بریم. اینجا که یه دور اومدیم، آره اومدیم یه دور اینجا رو اومده بودیم، یه این ور نمیخواد بریم چی بالا چه نمیگیره. بریم طبقات بالا. خب این ور
اوکی جونمون پره نمیخواد. خب اینجا دو تا مرز پول پشن داریم، اینا رو بزنیم. این از این جا خالی رو یا به صورت پشن گرفت و زده. خب بچه اینا وقتی من قبلا بازی کرده بودم یه رو اینجا رو با کافیا خالدون آپگریدش کرده بودم، از اون کل لوازم مکس کرده بودم، اومدم اینا رو زده بودم یه بار. بعدش اینجوری با 2 تا ضربه با بلید آف کیاس مربع زدن اینا نابود شدن، ولی اینجا یکم سخت زدن شد که ما هنوز آپگرید نداریم. این دایره اوکی اینجا 11 دقیقه و 9 ثانیه 10 ثانیه رکورد کردیم. خوبه بزنیم اصلا نمیمد اصلا بیارمش بالا. دوباره اینم داریم بچه با این که یکم گرافیکی پایینه این نسخه 4K ریمک این من اسمش یادم همین الان داشتم اسمشون میخوندم بود اسمش یادم نیست. کلن اینا دوباره یه رو دیگه ساخته شدن با گرافیک بالاتر، مثلا روی PS5 اومده بودن. اینو پر کنیم. خب بریم دوباره بالا یا پایین میره؟ بالا میره فکر کنم. بچه اگه میدونی کمی هم صدام بد میاد خب این یکم مریضم خودم یک صدام آروم میاد. خب اینجا داره میگه این اریس اومده ما رو اینجا زندانی کرد در رومون بسته. بعد اگه تو به ما کمک نکنی یعنی اریس رو شکست ندی آتن نابود میشه و سقوط میشه. یکیش خشم رو نگه هم میتونست اینا هم جونشون خیلی زیاد بود، دمیجی خاصی نمیزنن ولی چی بچه ها جونشون خیلی زیاد. بگیره مثلث مربع این رو از نفر اول تمام شد. من یکی دیگه هم هست اینجا خودیم بچه ها اگر سلاح های دیگه کریتیس رو میشناسیم بگین و بگین کدوم از اینا مثلا از کدوم از سلاح های کریتیس بیشتر خوشتون میاد. که من خودم بلید آف کیاسش خیلی دوست دارم با خبرش که توی گاد آف وار رگناروک و 2018 هستی. این دوتا من از همه بیشتر خوشم میاد. شما هم بگید که مثلا دستکش هرکول بود شمشیر المپیک بود یه شمشیر بود تیر کمون و یه چند تا دیگه هم. اوکی میکروفون افتاد. بریم اینجا هم آبیشه ها بگیریم. خب ببینیم اینجا دیگه چاش واسه ما گفته گاد آف وار. خب این جعبه رو میتونستیم بزنیم اینجا مدینش اوکی
زاویه دوربین یکم بده بچه، زیاد زاویه دوربین خوب نیست. خب نوازی اون بالاست. خب اینجا میتونه بپره. آره اینجا فکر کنم اینجا باید جایزه چیزی باشه بچه رو اون یک سنگه. ببینم میتونم بپرم. یک دریچه مانندی بود، یه شکافی بود. ببینم که توش چیه. اوکیه. این چیه تو اینجا؟ چشم. 3 تا دیگه چشم نیاز داریم. اون آبی هم که پر از شده واسه ما. بریم این بالا. اینجا میتونم بگیرم فکر کنم. بعدش اینجا من فکرم چه کنم. خب بزنیم یکم اسپی بگیریم. خب Aphrodite. Kratos, the gods are pleased with your progress, but your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. حالا بمونم بچه به دوستاتون معرفی کنیم. اسم اینا بچه اینا که کلشون اینجوری بود بدن مار داشتن یادم نیست کی بود، ولی the queen of the آره یادم نیست اسمشون چی بود. Bring me her head, Kratos, ولی اینجوری قدرتشون یادمه. وقتی چشات نگاه بکنن که چند ثانیه سنگت میکنن و هیچ جا خالی بدی از دیدش. مثلا اینجا به 3 ثانیه 4 ثانیه نباید توی دیدش باشی پشت سر هم دیگه. هی باید جا خالی بدی. بزنیمش. بهترین کار واسه اینا اینجوریه که بچه یه دونه مثلث نگه داریم. مثلا اینجوری یه دونه تو هوا باید شروع کنیم زدنش که اونا بلند نشن تا بخوام بزنن. بخوادی اوکی. اینا من برام جلوتر نمیندازه خود. اوکی دایره شم که نمیدونم. خب شکو میاد دیگه بعد بسرخیم اوکی دوباره. اینم از کلش رو کندید. خب بچه ها خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین و این ویدیو لایک کنین، یک کامنت هم بذارین و برای دوستاتون بفرستین. کانالم سابسکرایب و زنگولش هم بزنین و تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار.